مذاهب فقهی اسلامی سبب ایجاد تفرقه و اختلاف در بین امت اسلامی نیست. اینها مکاتب فقهی بودن که مثلا امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یا کسانی که مذهب مثلا ظاهری بوده، مذهب اهل حدیث بوده، مانند ابن تیمیه، مانند ابن قیم، ابن کثیر و علمای زیادی که در تاریخ اسلام بوده، هیچ کدام از اینها سبب تفرقه و اختلاف در بین امت اسلامی نبودند. اینها روش هایی بودند، مکتب هایی بودند، مدارس فقهی بودند که برای آسان کردن دین و بیان ساده فقه اسلامی برای امت اسلامی ایجاد شدن در زمان خودشان. هیچ کدام اینها نگفتند که بعد از ما شما مذهبی به نام مذهب حنفی بسازید، مذهبی به نام شافعی بسازید، مذهبی به نام حنبلی بسازید، مذهبی به نام نمیدونم ظاهری بسازید، یا مذهبی به نام مالکی بسازید. هیچ کدام اینها نگفتن. یک قول از ائمه بزرگوار مذاهب اسلامی شما در مورد این که گفته باشند بعد از ما فقط از ما پیروی بکنید و اسمتان را حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و شیعه و سنی و فلان بگذارید، هیچ قولی از اونها وجود نداره، بلکه برعکسش وجود داره. میگه که هر حدیثی که به پایه صحت رسید مذهب ماست، هر حرفی از ما که مخالف با قرآن و سنت بود به دیوار بزنید و قرآن و سنت رو بگیرید. این حرف از همه ائمه مذاهب اسلامی برای ما ثابت شده و رسیده. بدبختی در این مذاهب و در این مکاتب فقهی و به اصطلاح مدارس فقهی نیست، مدارس اجتهادی نیست. بدبختی در اینها نیست، بدبختی در تعصب است که عده‌ای تعصب به مذهب حنفی داشته باشند، عده‌ای تعصب به مذهب شافعی و حنبلی و مالکی، عده‌ای تعصب به محمد ابن عبدالوهاب، عده‌ای تعصب به ابن تیمیه، عده‌ای تعصب به فلان و علان داشته باشند. هرگاهی که انسان متعصب شد مانند ابلیس میشه. ابلیس گفت الله سبحانه و تعالی وقتی بهش گفت که تو چرا سجده نکردی، گفت خلقتنی من النار و خلقته من الطین انا خیر منه، من از اون بهتر هستم، تو اون را از خاک آفریدی، از گل آفریدی، منو از آتش آفریدی، من از اون بهتر هستم. هر موقعی که تعصب مذهبی، تعصب قومی، تعصب نژادی، تعصب ملیتی، هر نوع تعصبی که شما تصور بکنید در هر جامعه ایجاد شود، اون جامعه بدبخت میشه، اون جامعه نابود میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر همین در خطبه حجة الوداع مردم رو تشویق به چی میکنن؟ به متابعت از قرآن و سنت. مردم رو تشویق به چی میکنن؟ به دوری از تعصب. میگن هیچ عربی بر هیچ عجمی برتری ندارد، هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی برتری ندارد. اینها برای چی است؟ پیامبر من میگه که اینها به هم دیگر برتری ندارن، اما مسلمان جاهل و احمق ما امروز میگه که من پشتون از تاجیک بهترم، یا من تاجیک از پشتون و ازبک و هزاره بهترم، یا من هزاره از فلان بهترم، یا من ازبک از قوم فلان هستم از بقیه بهترم. هر موقعی که این تعصبات در یک جامعه ایجاد شد، این جامعه به خاک ذلت می نشینه. شما تصور کنید عرب ها یک وقتی حاکمیت همه جهان رو تقریبا میتونیم بگیم حاکمیت، یعنی 80% کره خاکی رو داشتن. موقعی که فسق کردن، فجور کردن، فساد کردن، به طرف عربیت و قومیت رفتن، الله سبحانه و تعالی خار و ذلیلشان کرد. ترکا اومدن، سلاجقا اومدن و غزنوی‌ها اومدن و عثمانی‌ها اومدن، 600 سال تقریبا حکومت کردن. وقتی که همین عثمانی هایی که اول داد از اسلام میزدن، مردم از همه دنیا اونها رو به عنوان شخصیت های مقدس، خلیفه مسلمان ها، به اونها احترام داشتن. در لشکرشون افغان بود، عرب بود، بلوچ بود، کرد بود، ترک بود، از قزاق بود، قرقیز بود، چرکس بود، از هر قومی بود، چون پرچمشون پرچم لا اله الا الله بود. روزی که اومدن پرچم ترک رو بلند کردن، پرچم قومیت رو بلند کردن، همه از زیر این پرچم پراکنده شدن.
عرب ها رفتن برای خودشون پرچم عربیت رو بلند کردن، افغان ها برای خودشون پرچم افغانیت رو بلند کردن. هر کس زیر پرچم های عصبیت قومی مردم جمع شدن. همون بود که عزت ما، شرف ما، خلافت اسلامی، مجد و عظمت، همه چیز از بین رفت. هر امتی که به طرف تعصب بره، چه تعصب مذهبی باشه، فقط در دو چیز ما تعصب داریم، در قرآن و سنت فقط. دیگر در هیچ مسئله ما تعصب نداریم. اطیع الله و اطیع الرسول، تمام. غیر از این در هر چیزی که تعصب در بین مسلمان ها، در بین بشر ایجاد بشه، سبب چی میشه؟ ذلت و خواری میشه. به خاطر همون یک خطاب بین المللی داره قرآن: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، شما را قوم قبیله ها ساختیم تا همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر یک برده حبشی سیاه کله او مانند کشمش باشد، دیدید بعضی سیاه رو مو نداره سرشون، کلا سرش نگاه بکنید مثل که یک دانه کشمش سیاه باد کرده، میگه اگر این بر شما حاکم شود و با قرآن و سنت بر شما حکم بکند، از او اطاعت و پیروی بکنید. نگید که اوهو من سفید پوستم، من حالا این رو ببینید در بین این سیدم، من سیدم، غیر سید دختر نمیده نژاد. نه خیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای فاطمه دختر محمد، خود را از آتش جهنم برهان که من برای تو نمیتوانم کاری بکنم. پیامبر میگه من برای دخترم فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین نمیتونم کاری بکنم. بعد این سید قرن 21 سید سنگلاخ نشسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد من چون نسل اون هستم، پای از عثمان به ریسمان افتادم، مستقیما میرم وارد بهشت میشم. نه خیر، همچین چیزی نیست.